در ادامه گزارشی هم ببینید از طراحی و ساخت 2 دستگاه اصلی راه‌اندازی خط تولید کپسول CNG در عراق. نخستین بار تجهیزات اصلی راه‌اندازی خط تولید کپسول CNG خودرو توسط مهندسان کشورمان در عراق طراحی و ساخته شد. دستگاهی که ملاحظه می‌فرمایید دستگاه هات اسپنینگ هست که به شکل تمام اتوماتیک و CNC عمل میکنه. این دستگاه در صنایع CNG یکی از کلیدی ترین ماشین‌آلات به حساب میاد و تا قبل از این که توسط مهندسین و کارشناسان این شرکت در ایران ساخته بشه، تکنولوژی اون فقط در دست 6 کشور صنعتی جهان بوده. در عرض 12 ماه این دستگاه ساخته شد. دستگاه قابلیت تعمیر، برنامه نویسی و همچنین لود کردن انواع مختلف برنامه‌ها رو از راه دور و از طریق خط تلفن داره. این دستگاه‌ها دارای 100 تن وزن هستند. در ساخت آنها از فولادهای آلیاژی مخصوص استفاده و با 1/3 قیمت مشابه خارجی آن ساخته شدند. دستگاه تریدینگ که عملیات سوراخ‌کاری، تراشکاری، فرسکاری و همچنین قلابیسکاری را توسط این دستگاه انجام میده. اگر این دستگاه قرار بود خرد بشه و توسط ماشین‌آلات مختلف انجام بشه، حداقل 25 تا دستگاه نیاز بود تا بتونه این کار رو انجام بدن. دستگاه فوق در کمتر از 63 ثانیه میتونه خروجی به شکل کانتینیوس یا پیوسته داشته باشه و مخازن از هر سایز از 232 تا 406 رو تو این تایم بزنه. با ساخت این 2 دستگاه 4.5 میلیون دلار ارز در هزینه‌های صنعتی کشور صرفه‌جویی شد. با توجه به اینکه ماشین‌آلات عمده این خط که همین دستگاه هات اسپنینگ و تریدینگ از ساخته شده و ماشین‌آلات مکمل اون چیزی نیست که خیلی مشکلی باشه و محدودیتی بخواد ایجاد بکنه، با 27 دستگاه ماشین در کنار هم دیگه میتونیم ما این خط 200,000 مخزن در سال رو به لطف خداوند راه اندازی بکنیم. قیمت هر کپسول ایرانی 1/3 نمونه خارجی آن است و با راه اندازی این کارخانه کشور از وارد کردن سالانه 200,000 کپسول CNG بی‌نیاز می شود. ادامه خبرها. 30 میلیون پیاز گل